اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و ابر را بر شما سایبان ساختیم و بر شما من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید. به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم میکردند. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. و به یاد دارید وقتی را که گفتیم در این شهر داخل شوید و از چیزهای فراوان آنجا سیر بخورید و به دروازه با فروتنی درآیید و بگویید خدایا گناهان ما را بیامرز. در حالتی درآیید که در کردار و گفتار خود خاشع و متواضع باشید تا خطاهای شما را بیامرزیم و پاداش نیکوکاران را بسیار سازیم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما ستمگاران آن کلمه را به غیر آنچه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند. بنابراین ما به ستمگاران به سبب فسقی که مرتکب می شدند عذاب را از آسمان فرو فرستادیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. و به یاد دارید وقتی را که موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصای خود را به سنگ بزن و بیدرنگ از آن 12 چشمه جوشید. هر دسته جای آب خوردن خود را شناخت. از روزی که خداوند به شما ارزانی کرده است بخورید و بنوشید و در زمین فساد کنان به تبهکاری دست نیازید. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و به یاد دارید وقتی را که گفتید ای موسی ما هرگز برای همیشه به یک نوع غذا صبر نمی کنیم، پس برای ما از پروردگار خود بخواه که به ما از چیزی بدهد که زمین می رویاند، از سبزیجات آن، تره و بادرنگ آن، سیر، گندم آن، عدس آن و پیاز آن. موسی گفت آیا چیز بهتر را به چیز پس تبدیل می کنید؟ به شهر فرود آیید، حقا که برای شما هر آنچه را خواسته باشید موجود است. و بر ایشان مهر خواری و ناداری زده شد و به قهر خداوند بازگشتند. این خواری و ذلت به سبب آن بود که از آیات خداوند انکار می کردند و پیامبران را به ناحق می کشتند.
این سببی بود که ایشان عصیان می کردند و تجاوزکار بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به تحقیق آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهود شدند و نصارا و سابیها، هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آورد و کاری نیکو کند، مزدشان به نزد پروردگارشان است. نه بر ایشان ترسی است و نه هم ایشان اندوهگین می شوند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و به یاد دارید وقتی را که از شما پیمان استوار گرفتیم و بر بالای سر شما کوه تور را بلند کردیم، گفتیم چیزی را که به شما داده ایم، یعنی تورات را محکم بگیرید و آنچه را در آن است همواره یاد دارید تا باشد که از خدا بترسید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. بعد از این پیمان رو گردانیدید و اگر فضل خدا و مهربانی او بر شما نمی بود، بدون شک در جمله زیانکاران می بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و حقا که شما در بین خود کسانی را شناختید که در روز شنبه تجاوز کردند، ایشان را گفتیم به شکل بوزینه ذلیل شده درآیید. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. و به این ترتیب آن واقعه را مایه عبرتی برای معاصرین و اخلافشان گردانیدیم و نیز پندی برای آنانی که از خدا می ترسند. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. و به یاد دارید وقتی را که موسی به قوم خود گفت حقا که خدا به شما امر می کند تا گاوی را ذبح کنید. آنها گفتند ما را به مسخره می گیری؟ گفت به خداوند پناه می برم از این که از جمله جاهلان باشم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از پروردگار خود بخواه به ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گفت خداوند می فرماید این گاو است نه پیر یعنی از کار افتاده و نه جوان یعنی نارسیده، بلکه میانه بین این دو. پس آنچه را به آن مأمور شده اید بجارید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا بیان کند که آن گاو چی رنگی دارد. گفت خداوند میگوید بیشک آن گاوی است زرد یک دست که رنگ آن بینندگان را شاد و مسرور سازد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند برای ما از پروردگار خود بخواه تا برای ما بیان کند که آن گاو چگونه است. گاو بر ما مبهم شده است. اگر خداوند خواسته باشد ما واقعا رهیاب خواهیم شد.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت خداوند میگوید به تحقیق آن گاوی است که نی مهنت قلبه زمین و نی آبیاری کشت را کشیده است، سالم است و بی داغ و لکه. گفتند اکنون سخن راست را آوردی. سپس ایشان آن گاو را ذبح کردند و نزدیک نبودند که آن گاو را ذبح نمایند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و بیاد دارید وقتی را که شخص را کشتید و در مورد آن جنایت در بین خود به نزاع افتادید، اما خداوند آشکار کننده است آنچه را شما پنهان می کردید. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس گفتیم آن جسد را با پاره از آن گاو بزنید. این چنین خداوند مردگان را زنده می کند و به شما آیات خود را نشان می دهد تا باشد که شما درک کنید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن باز دلهای شما سخت شد به درجه سنگ یا از آن هم سخت‌تر. بعضی از سنگ ها هستند که از آنها جوی ها جاری می شود و برخی از سنگ ها هستند که شق می شوند و از آنها آب می براید و هم سنگ های اند که از خشم خداوند فرو می غلطند و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان به آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات می کنند می گویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یکدیگر در خلوت می بینند می گویند آیا به ایشان چیزی را می گویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب و وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمی برید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا آنها نمی دانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می دارند خداوند می داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. و برخی از ایشان مردم اومی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند. پس وای بر ایشان در برابر آنچه دستهایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می کنند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند به تحقیق که ما را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نمی کند. به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقض نمی کند؟ این که درباره خداوند چیزی را می گویید که نمی دانید؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نخیر، آنانی که گناهی را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است پس همین هایند دوزخی، ایشان در آنجا همیشه میمانند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند همین هایند بهشتی، ایشان در آنجا جاودانه به سر میبرند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا منكم وأنتم معرضون. و به یاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیز دیگری را نپرستید، با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان رفتاری نیکو ورزید، با مردم به نیکویی حرف زنید، نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی به گونه اعراض از آن رو گردانیدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. و به یاد آورید وقتی را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزید و یکدیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بر آن گواه بودید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز این شما هستید که یکدیگر خود را میکشید، گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید میکنید، به ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یکدیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر به شما میآیند فدیه ایشان را میدهید، در حالی که تبعید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و از قسمت دیگری انکار می کنید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیزی دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل نمی باشد. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را به بدل آخرت خریدند، بنابراین از عذابشان تخفیف دادن نمی شود و نه هم ایشان کمک می شوند. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حقا که به موسی کتاب را دادیم و به تعقیب او پیامبران را فرستادیم، به عیسی پسر مریم معجزات روشن دادیم و او را با روح القدس تایید کردیم. آیا هرگاه رسول نزد شما با چیز آمد که مخالف هوای نفس شما بود در برابر او تکبر کردید، بعضی را تکذیب نمودید و بعضی را میکشید؟ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون. ایشان میگویند دلهای ما در غلاف است. نه خیر، بلکه به سبب کفرشان خداوند بر آنها لعنت کرده است، پس تعداد اندکی از ایشان ایمان می آورند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هنگامی که به ایشان از جانب خداوند کتاب آمد، کتابی که تصدیق دهنده چیزی بود که در نزد ایشان می باشد، یعنی تصدیق دهنده تورات بود، از آن انکار ورزیدند و از پیش آن را وسیله پیروزی خیش بر کافران یعنی مشرکان می پنداشتند. پس وقتی که به ایشان چیزی آمد که آن را می شناختند و باید به آن اعتراف می کردند، از آن انکار کردند. پس لعنت خداست بر کافران. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرین عذاب مهین. چی بد است چیزی که به آن نفسهای خود را فروخته اند. این که به آنچه خدا فرستاده است کافر شدند، از روی حسادت بر این که خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد وحی نازل می گرداند.
پس خشمی بالای خشمی دیگر آنها را فرو گرفت و برای کافران عذابی رسوا کننده است. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. چون به ایشان گفته شود به آنچه خداوند فرو فرستاده است ایمان آورید، میگویند ما به چیزی ایمان می آوریم که برای ما فرو فرستاده شده است و ماورای آن را رد می کنند، در حالی که همان چیز حق است و تصدیق کننده کتابی است که به ایشان آمده است. بگو اگر واقعا ایمان دارید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. واقعا که موسی به شما معجزه های را آورد، ولی بعد از آن که وی به کوه تور رفت گوساله را به خدایی گرفتید و شما ستمگارید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. و بیاد دارید که از شما پیمان استواری گرفتیم و کوه تور را بالای شما قرار دادیم و گفتیم آنچه را به شما داده این محکم بگیرید و بشنوید. گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و محبت گوساله به دلشان آمیخته شد به سبب کفرشان. بگو بد است چیزی که شما را ایمان شما به آن امر می کند اگر مؤمن هستید. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر سرای آخرت نزد خداوند تنها از آن شماست نی برای کسی دیگر و اگر در این ادعای خود صادق هستید پس مرگ را آرزو کنید. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اما ایشان به سبب آنچه دستهایشان از پیش فرستاده هرگز مرگ را آرزو نخواهند کرد و خداوند ستمگاران را خوب میشناسد. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. تو ایشان را واقعا به زندگی دنیا حریصترین مردم میابی و حریصتر حتی از کسانی که شرک آورده اند. هر یک از ایشان آرزو دارد که ای کاش به وی عمر 1000 سال داده شود، ولی دادن چنین عمر هم او را از عذاب آتش دوزخ نجات دهنده نیست و خداوند به چیزهایی که آنها میکنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو هر آن که دشمن جبرائیل باشد پس به تحقیق هم اوست که وحی را به حکم خداوند به دل تو نازل گردانید، در حالی که آن وحی تصدیق کننده کلامی است که قبل از آمدن وحی به تو نازل شده بود و رهنما و بشارت دهنده است برای مؤمنان. من
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر آن که دشمن خداوند، فرشتگان، پیامبران خداوند، جبرائیل و میکائیل باشد کافر است. پس بیشک خداوند دشمن کافران می باشد. ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و به تحقیق به تو آیه های روشنی را فرو فرستادیم و جز مردم فاسق هیچ کس از آن انکار نمی کند. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.